خب اومدیم قسمت سوم و قراره که راجع به منبت صحبت بکنیم. منبت یعنی برجسته‌کاری روی سطوح مختلف مثل چوب که امروز قرار انجام بدیم و در واقع شما یه سطحی دارید و میاد روشو با طرحی که دارین و بهش چسبوندین برجسته‌اش کار میکنید. ابزاری که لازم داره نسبت به مشبک و معرق بیشتره. شما میتونید دستگاه‌های مختلف داشته باشید، میتونید انواع مغار داشته باشید برای اینکه این کنده‌کاری رو چوب انجام بدین. برای انتخاب طرح شما محدودیت خاصی ندارین. به نظرم هر طرحی که شما احساس کنید سه بعدیش وجود داره و میتونید اون کار برجسته در بیارید، به سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید و انجامش بدید. در مورد کار منبت، جدا از اینکه مثل مشبک و منبت نیازه که شما کار با ابزار رو یاد بگیرید و قلق استفاده ازشون رو به دست بیارین، مهم اینه که شما بتونید اون طرح رو به صورت سه بعدی هم بتونید متصور بشین، یعنی که بدونید کجا عمق کار، کجا قسمت برجستگی کاره. و اگه فکر میکنید که روی این قضیه مقداری براتون چالش هست، میتونید با طراحی کار کردن و عمق دادن به طرح خودتون، علامت گذاشتن رو قسمتایی که قراره بیشتر کندشه، بتونید کارو با دقت بیشتری در بیارید. و فکر می‌کنم الان خوبه که راجع به پیکر تراشی هم یکم بگم که فرقش با منبت چیه. منبت شما یک سطح یک ضلعشو دارین برجسته میکنید و من وقتی کار برمیگردونم پشتش خبری نیست. ولی پیکر تراشی اسمش مشخصه، پیکر میتراشی و یک کار سه بعدی تمامه که شما وقتی که میچرخونیش کامل میتونی ببینی که اون کاری که انجام دادی از همه زاویه ها چه چیزهایی برای ارائه داره. و یه نکته آخرم که بخوام بگم اینه که تا اینجا راجع به مشبک معرق صحبت کردیم و امروز منبت. شما میتونید هنرها رو با هم ترکیب کنید و میشه مثلا مشبک منبت، که یعنی طرحی که شما مشبکش رو اول در میارید، اون حفره ها رو انجام میدین، بعد میاد با ابزار منبت اون کار رو برجسته میکنید. یا میایید معرق منبت انجام میدین و اول کار معرق پازل های چوب رنگی کنار هم میذارید و بعد میاد اون طرح رو برجسته‌اش میکنید. برای امروز یه طرح به نسبت ساده پریدریایی انتخاب کردم. انتخاب چوبتون بسته به طرحتون و سلیقتون داره. من ترجیح دادم برای طرحی که به نسبت شلوغه یه چوب ساده انتخاب کنم، رنگ روشن که ضخامت مناسب داره، مغارایی که دارم و سریایی که برای فرز مینیاتوری استفاده میکنم. دور طرح رو میبرم، با چسب چوب به طرح میزنم و میچسبونمش روی چوب طبق معمول. برای انجام این کار شما هم میتونید دور پریدریایی رو ببرین و قالب خاصی نداشته باشه، یا مثل من یه قالب بیضی براش درست کردم که بخوام روی اون قالب برجسته کاری کنم. اولین کاری که میکنم یه سری که خوب چوبو میکنه رو وصلش میکنم و دور کار رو یه مقداری میرم پایین که طرحم به همون اول کار برجسته بشه. میتونین اگه بخواین قبل از این کار رو شروع کنین قسمتایی که قرار عمیق‌تر بشه رو علامت بزنید که کار شاید براتون راحت تر باشه. و بهتره که کارتون از همین قسمت رو شروع کنین، چون متوجه میشید که چقدر کار نیاز داره که پایین بره و اطرافش رو میتونید خالی تر کنید که کار برجسته تر به نظر برسه. توی کار با فرز مینیاتوری خیلی خوبه که سریای مختلف کاربردشون رو بدونین و جای مناسب استفاده کنین. سری اولی که استفاده کردم برام خیلی خوب میتونه عمق ایجاد بکنه. با این سری میتونم یه مقداری جزئیات رو با دقت بیشتری کار بکنم.
این سری سایزش از قبلی کوچیک‌تره، بر همین اون جاهایی که من دسترسی نداشتم با این سری میتونم اونجاها رو کار بکنم. این سری در واقع یه جور سنباده نرمیه که من میتونم شکل کلی کار رو باهاش در بیارم و بعد از این میتونم جزئیات بیشتر رو اضافه کنم. با این سری مخروطی خیلی راحت تر میتونم قسمتایی که باریکه رو فرم بدم. با سریایی که من دارم خیلی نمیشه زاویه تند و تیز داد به کار، بر همین یه قسمتایی از کار من میرم و با مغار شروع میکنم کندن و یه سری جزئیاتی که نیاز به دقت بالاتری داره با کنترلی که مغار بهم میتونه بده خیلی بهتر میتونم کارو پیش ببرم. در نهایت با کمک این سری میام پولکای روی بدنشو میذارم و نیاز به تمیزکاری داره جاهای خاصی یا جزئیات بیشتر با همین سری میتونم انجام بدم و کار تموم کنم. مرحله آخرم که همیشه سنباده قسمت‌های بیرونی و پشت کاره که من همینطور در حین سنباده تصمیم گرفتم منحنیش کنم و سنباده‌های بیشتر و در واقع بعدش هم کار تموم شده است. و قسمت جذاب کار روغن زدن آخر که هم طرح چوب خودشو نشون میده هم برجسته کاریاتون بیشتر جلوه پیدا میکنه. اینم از این. در واقع کار منبت همونجور که دیدین
کنده کاریه فقط و چیزی اضافه نمیشه بهش و شما اینو میتونید با فرز یا مغار یا کمک هر دوشون مثل من انجام بدین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.